از اینکه کارگاه خیاطی برکودا مشکل مواجه شد. من خواستم که یک آشپزخانه ایجاد کنم بر خانما، به خاطری که از اونجا همگی ناامید شده بودن. فعلا ما اینجا یک آشپزخانه یا یک رستوران بر خانما ایجاد کردیم. فعلا می باشه. مشتری هم داره. از لحاظ روان برای من بسیار زیاد خوب شده، چون در خانه بودم همیشه سردرد می شدم یا خب افسردگی دیگه بیشتر می شد. از وقتی که دیگه آمدیم با وجودی که در کمک مالی برام شده، از لحاظ روحی هم برام خوب است. تمام پرسنلشان خانم‌ها کار میکنن، یعنی وقتی که دخترها نیاز به این نیست که برشان مشکل خلق شوه، همشان خانم‌ها کار میکنن. تشکر. تقریبا حالت